سلام علیکم وطن عزیز، ما هارون قیاسی بازم در خدمت شما قرار گرفتیم. یک فرصت بسیار کوتاه دارم، از این فرصت استفاده کردم یک ویدیوی کوتاه براتون جور کنم. ویدیوی انگیزشی است به کسایی است که در مراحل تجاری که قبلا من قرار داشتم در اون مراحل بودن. حال من میخوایم که براتون بعضی چیزا رو شریک کنم که امیدوار هستم کمکتان بکنم. در قدم اول وقتی که شما یک بزنس تجارت یا یک کار شروع میکنین، در مرحله دوت یا مرحله شک است، مرحله عزیز که خودت شک داری، کسایی که همراهت از شک دارن، ولی بعد از این مرحله سپری میشه که خودت شک دیگه نمی داشته باشی ولی اطرافیانت سر شک میکنه، فامیل مثلا سر شک میکنه که وقت ضایع کرده، رسی تو به کجا میرسی که از این کار خو هیچ نتیجه نمیده. تقریبا تشویش از اونها هم درست است، ولی در این زمان تشویش از اونها باعث میشه که شما یک ذره تلاش بیشتر کنین. یک رقم مثل یک فیول وری، یعنی یک انرژی وری به شما کمک میکنه. اگرچه یک انرژی است که شما را سرطان فشار و منفی میاره، ولی من براتون میگم که از امو به شکل مثبت استفاده کنین. حتی اگه جگرخون میشین، سرطان فشار میایه، چی میکنین؟ از امو انرژی که در وجودتان خلق میشه در وقت جگرخونی هم یک انرژی خلق میشه، اون امو انرژی را مثلا برین به شکل مثبت ازش استفاده کنین. ما یگان وقت یگان کس در زندگی من آمده که من جگرخون کرده، مثال یک انرژی با ما خلق شده، ما اونمو انرژی رو مثلا آمدیم چارجر کامپیوتر رو صاف کردیم. یک وقت تا که جگرخونی ختم شده دیدیم که 2 باکس چارجر مثلا صاف شده، پاک شده، آماده شده، چارجر لپتاپ یا لینا رو صاف کردیم، یا یک کار کردیم که در حالت عادی ما اون کار نمیتونم، باز هم از امو انرژی که برام خلق شده به شکل مثبت چی کردیم؟ استفاده کردیم. مثلا نگم تو حالت ها سر شما بیای ولو که هیچ کار فیزیکی ندارین، برین در جیم یا برین به قدم زدن، ولی بعض اوقات انرژی هایی که از اطراف آدم آمده است به نفع آدم است که آدم کمک میکنه که تحرک داشته باشه. اگر انرژی از طرف همو انرژی های منفیگرها یا کسایی که سر شما اعتماد نداره اونمو انرژی ها نباشه، شما با موفقیت هم نمیرسید. خواهی کسایی که در اطرافتان سرتان شک میکنه، دوت برتان خلق میکنه، ولی شما با مو پروسه‌ای که اعتماد دارین کارتان با مو پروسه ادامه بدین، بسیار با استقامت، با پایداری، ولی با خوب تلاش. مثل همیشه تلاش از یادتان نره. تلاش چیزی است که آدم زیاد کمک میکنه و یک ریوارد بزرگ برش میده. و در این حالت نه به خاطر از اینکه شما خود به کس ثابت بسازین، شما باید به خودتان خود ثابت بسازین که شما یک کار را که آغاز کردین به انجام رسانده میتونین، یعنی یک لوزر نیستین. این دیگه کسا مهم نیست که شما را چی فکر میکنه در موردتان، خودتان مهم هستین. مرحله دوت که اطرافیانتان برد خلقت خودت داشتی و مرحله گذشته، اینا مرحله دیگه است که تو دیگه در کامفورت زون باید نباشی. کامفورت زون به چی معنا؟ که تو کارا که جور است مثلا، ولی کار بسیار بالا نیست، خوب از دیگه آید میکنی، مصارف تا میکشی، یک چند روپیه که پس انداز هم میکنی، ولی به کارهای کلان کلان دست نمیزنی، میترسی، راست پیدا کردی که مبادا که نمی کارهایی را که انجام میدم ممی از دستم نره. ولی در زندگی باید هیجان داشته باشی. هیجان که نداشتی زندگی مفهوم خدا از دست میده. به او خاطر پیشنهاد من است که فرصت هایی که پیشت است فعلا به دراز مدت این فرصت نمیمونه. تو باید چی کنی؟ چالش بگیری، خدا چالش بدی، خدا در وضعیت هیجانی قرار بدی. هدف من از بزنس است کار بکنی که شوانت را بیدار نگه کنه، کار کنی که شوانت در موردش فکر کنی، کار کنی که سب کانشس یا همو ما چون فارسیش فعلا یادم رفت که همو اعصابی که یعنی سب کانشس یعنی تفکر که غیر مخشن که یادم رفت معنای فارسیش که میشه تفکر نامرئی میشه برش بگویم، یا تفکر داخلی که خودکار، هوش خودکار شما هم چی بکنه؟ حتی در موقعی که شما کار نمیکنین، استراحت هم هستین، اونا هم چی بکنه؟ کار بکنه، خلاقیت خدا خلاقیت بده.
یعنی ذهنتان به طرف مثبت پرورش بده و در او غلط میشه که شما چی کنین؟ همیشه بزرگ فکر کنین، چیزایی را ببینین که اصلا انسانای عادی دیده نمیتونه، شیوه های را پیدا کنین که اصلا انسانای عادی به او شیوه نمیتونه پیسه در بیاره. به طور مثال ما براتون میگم طریقه های را ما یاد گرفتیم که ما از یک مارکت پلیس بعضی جنس ها را خریدیم، در اینجا رسیده فروختیم 500 600 700 800 دلار، همزمان چی کنیم؟ فایده کنیم. یگان وقت فکر میکنم که چرا همین کار را ما کردیم، چرا همین کار همین شخصی که از ما خریده همین کار را نمیکنه، در حالی که ذهن از او پرورش نیافته، ذهن از او به مو مرحله نرسیده که این کار را بکنه. مثلا یک مثال براتون میتم، شاید بی ربط باشه در مورد بزنس ما ولی کمکتان میکنه. یک تعداد کسایی که پیسه دار است، یک تعداد مردمای خوش سلیقه را چی میکنن؟ هایر میکنن، استخدام میکنن که اونا برن در فروشگاه ها برای اینا لباس خوش کنن و اونمو لباس ها را که خوش کردن باز این نفر می اترای میکنه، میپوشه اون لباس ها را خریداری میکنه و از مدت که اون نفر از آدم خوش سلیقه لباس ها را انتخاب کرده پول خود علیده مثلا یک فیس بالش چارج میکنه یا به یک مبلغ بلندتر اون لباس ها را به فروش میرسانه. شما عین کار میتونین در تجارتتان بکنین، طوری که من عین کار فعلا انجام میدم. یعنی هدف مزی بود که سابقا که بود من پول به شکل به اشکال مختلف پیدا میکنم که حالا فعلا هم به مو شکل من کار میکنم، ولی طریقه های نو هم آموختیم که دوام کار بر من آموختانده. اگر شما در مرحله شک و شکبری بودین برآمدین، در مرحله عزیزتین که اطرافیانتان شما را سرتان شک میکنه، انشالله اون مراحل هم سپری میشه. شما به استقامت کار بکنین، تغییر مسلک قدر زود ندین. بعضی اوقات یک تعداد کسا فکر میکنه که والا این کار ما در اینجا نتیجه نداد باید تغییر مسلک بتام. اینا اگه تغییر مسلک بتی باز یک کار دیگر رو شروع کنید تا خدا دوام موفق میشی یا نمیشی. همین کار تا متداوم ادامه بده به نتیجه میرسی و راه ها و درهای دیگه برتان چی میشه؟ باز میشه که شما میتونین فرصت های بسیار زیاد باز لمس کنین. در پولوش باز چیزای نو برتان آمده میره، لایف استایلتان تغییر میکنه، بزنس شما رو مجبور میسازه که لایف استایلتان تغییر کنه. مثلا بر شما عایدتان بالا میره، فکر میکنین که همین مبلغ ما تکس بتم، مثلا مالیه بتم، چرا همی به شکل قانونی مثلا از همی راههای وجود داره که من مثلا بتونم آفیس خود نو بکنم یا موتر خود نو بکنم، موتر به بزنس بخرم خودم استفاده کنم. یعنی بسیار چیزای طریقه های مختلف تنها دمی تکس است که شما میتونید زیاد بگیرین و استفاده درست قانونی بکنین. دیگه ای که کمپنی ها فاینانشل انستیتیوت ها باز با شما به تماس میشه. وقتی که شما متداوم یک جای کار کنین، دوام کار شما باز سبب موفقیت تان میشه. کمپنی ها با شما به تماس میشه، فند بسیار زیاده در اختیارتان قرار میده، به اینترست بسیار پایان در اختیارتان قرار میده که شما اینترست را که میدین به حیث بزنس اکسپنس یا مصارف بزنس استفاده میکنین و در پالیس ارز و پیسه کار میکنین، درهای دیگه براتون باز میشه. لایف استایلتان تغییر میکنه، زندگیتان تغییر میکنه. از این حالت که مجبور هستین خود به کس ثابت بکنین، از این حالت مبراین، دوامدار کار کنین، انشالله چی میکنین؟ موفق میشین. پشت کار داشته باشین، مطالعه بکنین، ورزش بکنین. مگر چی خودم قضیات ورزش نمیکنم، خب مقصد همه روزه کار میکنم، تلاش میکنم، همه روزه تلاش میکنم، همه روزه کار میکنم. باز یک مرحله که رسیدین که براتون یک جای مثل مواری مثلا یک دکان یا آفیس یک جای بگیرین، اون وقت باز شما را می جای آفیس و مصارفی که می داشته باشین شما را پوش میکنه، مجبور میسازیتان که چی بکنین؟ کار بکنین، خلاقیت از خود به خرج بدین و متداوم کار بکنین و کار کردن متداوم سبب موفقیت بیشترتان میشه. امیدوار هستم این ویدیو شما را کمک بکنه و انگیزه که نیاز داشتین براتون داده باشه. تا ویدیوی آینده شما را به خداوند مهربان میسپارم. شب و روزتان خوش، موفق و سرفراز باشین.